سال 2011 سریال شروع شد که مثل هر سریال دیگه این نبودی. دنیای عمیق و اساطیری با اوجای سیاسی و خشونت و سکس محلولی شدن که گیم آف ترونز رو به مهمترین سریال تاریخ تبدیل کردن. میدونم بد تموم شد ولی با این حال عنوان مهمترین سریال رو بهش میدم. 4 تا فصل اول گیم یه بالایی رو زدن که معدود سریالایی زدن. آره بریکینگ بدم اون بالا رو زد ولی نه 4 تا فصل پشت سر هم با لوره کتاب پشتش. ولی بعد اون افتضاح فصل آخر و افتضاح قسمت آخر، شاید قسمت آخر یکم بهتر میساختن، یه مزه بهتری میذاشت برامون. قسمت آخر اینقدر بد بود پاچید اصلا. دلیلش هم این بود سازنده‌های سریال می‌خواستن برن پیش دیزنی پروژه استار وارز بگیرن، پول اونو بگیرن. و گیم آف ترونز اینقدر بد بود دیزنی اون پروژه رو هم بهشون ندادن، اصلا صرفا بیکار نشستن تو خونه. همین میگن همیشه نقد بگیر. البته این سندروم سریالایی ان که جهانی میشن. لاست و پریزون بریک از سریالای جهانی ان که خراب کردن. اما سقوط گیم آف ترونز رسما از اوج بود. هم چیزی تو زندگیم ندیده بودم. تو اوج هایپ سقوط کرد. اصلا افتضاحی به بار اومد. حالا بعد همه این داستانا که به نظر من بیشتر برای اچ پی او خجالت آوره، مثل سیاستمداری که گندی میزنن و خود اون سیاستمداری یه پلن جدید رو میکنه. اچ پی او رفته سراغ یکی دیگه از کتابای نویسنده گیم آف ترونز جورج آر مارتین، کتابی به نام فایر اند بلاد که داستان خانواده تارگریان رو دنبال میکنه. تارگریان حکم خانواده ساسان تو دوران ساسانیان ایران داره، چون به وضوح این 7 کینگدوم 7 اقلیمی که تو ایران میگفتن نویسنده ایران ورشته. تو ایران بهشون میگفتن 7 اقلیم، 7 خانواده الیت ایرانی: خانواده سورن، خانواده زیک، خانواده مهران، خانواده کارن. ویکی‌پدیاشو گذاشتم میزی بقیه خانواده‌ها رو بخونید. من تو اون یکی چنلم درباره اینکه چقدر گیم آف ترونز از تاریخ ایران برداشته بیشتر توضیح میدم. ولی خود جرار مارتین توی مصاحبه گفته برای نوشتن کتابا از زرتشتیای باستان الهام گرفته. ولی طبق اینکه تنها کشوری که شاهنشاه، یعنی شاه شاهان، این 7 خانواده یه نفر تو کینگز لندینگ شاه بشه رو داشته، احتمالاً که کانسپت کلی هم از ایران ورشته باشه هست، ولی شک دارم اینو جایی بگه. هالیوودی بخشایی از تاریخ ایران در میاره به صورت فانتزی و تخیلی میسازه ولی خود تاریخ ایران رو نمیسازه. حالا میرسیم به هاوس آف دراگون. هم که ما اصلا داریم به این سریال اهمیت بدیم یکم عجیبه، چون اصلا داستان کلی تو کتابای آیس اند فایر و گیم آف ترونز اصلا فینیش نشده و نویسنده‌ام بهش نمیاد بخواد بنویسه کتابو. از اونور داستان خانواده تارگریان تو سریال قبلی بسته شد، آخرینشون کشته شد توسط جان اسنو. داستان نایت کینگ هم بسته شد، نایت کینگ توسط آریا استارک کشته شد. جذابیت خاصی پس نمیمونه. با این حساب یه محیط اسپویل اسلش پوچلسی برای سریال پیش اومده که دیگه زیاد مهم نیست چی میشه، صرفا میبینی که دیده باشی. مثل گیم آف ترونز استیک اونقدر بالا نیست. بهتر بود اول اینو میساختم بعد گیم آف ترونز رو. ولی به عنوان کسی که با گیم آف ترونز خیلی حال کرده نمیتونستم به سریال جدید گرونی که ساختن نبگم. میخواستم قسمت به قسمت ریویو برم برای این سریال و رینگز آف پاور که مصادف شد با حماسه تاریخی مردم ایران و تصمیم گرفتم محتوا نسازم. این مجموعه نقد هاوس آف دراگون رو تو چند تا ویدیو میدم بیرون، تو هر ویدیو چند قسمت رو نقد میکنیم چون تو یه ویدیو خیلی طولانی میشد. سریال در مورد خانواده تارگریان، یه خانواده با موی سپید که توانایی راید کردن اژدها دارن، از سرزمینی که نابود شده اومدن وستروس فتحش کردن و دارن پادشاهی میکنن. نکته‌ای که همون اول برام جالب اومد طراحی صحنه و لباساست که یکم کمتر واقع گرایانه تر از سیزن 1 گات. این در حالیه که طراحی لباس تو فیلم مثل دوئل که همین پارسال اومده از خود قرون وسطا هم طبیعی تره. بذارید اینجوری بگم، به نسبت فصل 1 گیم آف ترونز کمتر حس قدیمی بودن رو بهم رسون. لباس شاه شبیه قیصرای رومی بیزانسیه و شات‌ها و صحنه‌ای که کینگز لندینگ نشون میدن طراحی‌ها و در کل خیلی چیزا رو از قسطنطنیه برداشت. قسمت یک سری شات‌های از کینگز لندینگ نشون میدن که ضعیفه، سی جی آی ضعیفه، در حد مستندهای هیستوری چنله. با این بودجه حداقل قسطنطنیه با گرافیک تری بهمون نشون میدید. انگار سازنده‌ها زیاد ذوق نداشتن برای. کلا سریال عجله‌ای ساخته شده. آهنگ اینترو هم واسه گیم آف ترونز، اون آهنگ رامین جوادی رو درگن دراپ انداختن اینجا باورتون میشه. ولی گرافیک اینترو تغییر کرده، خون جاری میشه، مناطق مختلف میریزه توی چاهی با بنر اژدها. به نظرم گرافیک اینترو گیم آف ترونز بهتر بود، اینجا صرفا نتونستن. این آهنگ هم نمیاد، احساس می‌کنم برای این سریال نیست. حالا شاید بیشتر بریم جلو متوجه بشیم این اینترو چی میشه، بیشتر برامون معنی پیدا کنه. ولی آهنگ فول ترین حرکت این سریاله. یه آهنگ تو دنیا نبود که روی این سریال بذاری سریال کاراکتر خودش رو بگیره. آهنگ اینترو خیلی مهمه. این آهنگ بوی جان اسنو میده. یه سکانس جلسه محفل داره. کلا این سریال خیلی این سکانس جلسه محفل داره. هر چند تا سکانس درمیون دور هم میشینن بحث میکنن، معمولا هم حرف هند سنگینی میکنه. منش آدمایی که مدرنه و سریال به نسبت سیاست روز نوشته شده.
نه که این بد باشه ولی دیگه گیم آف ترونز خالص نیست، یه آشی شده از اجنده های مختلف سیاست آمریکا. مثلا به دنیا آوردن زوری بچه که تو این سریال توی سکانس خشن به نمایش در میاد، تارگریان سیاه‌پوست، شاه شدن یه زن، همه اجنده های جدید هالیوودن که تو این سریال مانیفست شده. مثلا انتظار داشتم یکم طبیعی‌تر باشه نسبت به زمانی که توش هستم. مثلا قدیما خیلی چیز طبیعی بوده شاه یه دختر 12 ساله رو بگیره. چون میگم قدیما اگه دختره 12 سال بیشتر بوده چیز غیر طبیعی بوده. اینجا یه جوری نشون دادن انگار خیلی چیز عجیبیه شاه میخواد دختر 12 ساله بگیره. شاه پولیتیکالی کرکت ترین آدم وستروسه، انگار فردا باید بره برنامه جیمی کمل جواب پس بده. دختر کوچیکم بدترین کلاگیسی که من توی همچین شوی پرخرج دیدم گذاشتن سرش. جدی برید اون سکانس رو ببینید، میتونید چشم برداری از کلاگیس دختره. سیاهیای موی خودش اون زیر معلومه خیلی کرینجه. همونجا بودم میگفتم خدای این شاتو نذارید تو کار نهایی. دراگوناش خوبه، مثلا دراگون قرمزه دیمه خیلی حالت وحشی داره. تمام تلاش تیم سی جی آی برای دراگونا رفته. یه جذابیتی که این سریال داره دراگوناشن، چون تو گیم کلا 3 تا دراگون بودن و یه رایدر، هم توی لول بودن، هم دراگون بودنشون کافی بود. ولی اینجا هر دراگون شخصیت خودشو داره، یکی زرنگ‌تره، یکی بزرگتره، یکی کوچیک‌تره، یکی خوبه، یکی بده. 17 تا دراگون تو این دنیا وجود داره که تو فصل اول 6 تاشو می‌بینیم. ترون یکم تغییر کرده، صرفا این شمشیر دورش ریختن. هنوز با اون ورژنی که تو کتابو توصیف شده مثل تاور بلنده اپیک‌تر فاصله داره. به نظرم این سریالی فرصتی بود تغییر جدی‌تری به ترون بدن. دیزاین قبلی برای 10 سال پیش خسته کننده شده، ولی نه، مثل آهنگ اینترو تغییر خاصی ندادن. صرفا این سری شمشیر پلاستیکی خمیری طوری ریختن کنارش که نمیذاشتن بهتر بود. کاراکتر دیمر آدم بعد خاکستری ماجراست. احساس کنم یه جایی متد اکتینگش رمزی بولدون ورشته، یه جایی اصلا لحن حرف زدنش حتی شبیه رمزی میشه. یه سکانس داره یه سری سربازو ور میداره میرن تو شهر، یه عده مجرمو خط میکنن، دست قطع میکنن، پا قطع میکنن، یه جا تخم یارو رو میکنن. ولی جای جالبش اینه که دست شاه میاد به شاه میگه که داداشت نباید اینجوری غیر چک شده کار کنه. همه تو اون جلسه اوکی ان که دیمر رفته قانون اجرا کرده. به دقیقاً بعدش اوتو به دیمن گیر زناشویی میده، میگه چرا با زنت نمیخوابی و بیاد برام میک سنس نکرد اونجاش. کلا سکانس سیاسی گیم بهتر بود. اینجا بهترین چیزی که داریم دست شاهه که به نظر من اصلا در حد لیتر فینگر و وایریس و تایمی لنستر نیست. یه دیمن یه سکانس سکس داره که اعصابش خراب بشه نمیتونه ادامه بده، سکانس خسته‌ای بود. این دختره رو به عنوان معشوقش انتخاب کردن که در آینده هم انگار میخواد بگیرتش. به نظر من یکم زیادی اکت میکنه، لهجه تندی هم داره که جالب نیست، ولی باسنشو دیدیم خیلی کوچیک و مسافرتیه. کلا سکسینس سریال بیشتر از فصل آخر گیمه که دیگه خواهر برادری شده بود رسما، دیگه همه با هم داداشی بودن، ولی باز تو حوزه سکس هم به فصل اول گیم نمیرسه. میرسیم به سکانس مبارزه شوالیا. سکانس خوبیه، تقریبا کپی همون سکانس شوالیای گیمه. دیالوگ داشت که ریالیسم و واقع گرایانه بودنشو برام خراب کرد. یکی از تارگریانا میگه این چه وضعیه، ما داریم تولد ولیعهد و با این همه خشونت و جنگ و خونریزی میگیریم. یه جوری میگه انگار اینکه مسابقات شوالیایی گذاشتن چیز منفیه. خیلی عجیبه که این حرف دهن یه آدم اشرافی تو دوران باستان بیاد بیرون که خودش هم ژنرال ارتش، خودش هم جنگجوه. نویسنده ها 2 تا کتاب تاریخی میخوندن میفهمیدن تا قبل سال 2019 هیچکی این حرفو نمیزده. فانشون بوده فایت برگزار کنن، بزرگترین فانشون بوده، اصلا این آنربل بوده شوالیه بشی. مثلا مثل داستان دختر 12 ساله انگار نویسنده یادش میره تو دنیای باستانی و جنس دیالوگا قرن 21 میان. و برای به دنیا آوردن ولیعهد تصمیم میگیرن ملکه رو بکشن. یعنی آپشن این که صرفا یه بار دیگه برای حاملگی تلاش کنن، شاه هنوز خیلی جوونه، خیلی سر پایه، یا با یه زن دیگه تلاش کنه که زنی که اینقدر دوستش داره، مادر دختر 16 سالش اینقدر باش خاطره داره رو نکشه. احساس می‌کنم صرفا فرای خشونت سکانس سزارین. اگه ما یکم بیشتر ملکه رو میشناختیم، بیشتر باهاش آشنا می‌شدیم، بیشتر دیالوگ داشت، تایم بیشتری بهش میدادن، سکانس سزارین بیشتر میتونست ببره. ولی در هر صورت سکانس برجسته‌ای شد، برام خوش اومد. فایت شوالیه دیمن و سرکریسچن یکم عجیب اومد برام. دیمه میزنه میبرتش و مثل کشتیکش میره ادابازی در میاره، مردمم چیرش میکنن و اون یارو میاد از پشت اینو میزنه میندازه رو زمین، بهش میگه تسلیم شده، دیمن تسلیم میشه. من نفهمیدم آیا اون پسره تا ابد وقت داشت از پشت بیاد اینو بزنه، یعنی دیمن حتما بعد میکشتش که بلند نشه بیاد. در هر صورت دیمن ضایع شد، اون قسمت اول ابهتش رو شکوندن. بحران جانشینی پیش میاد، خیلی جالبه که تو اون جلسه میگه اگه دیمن ولیعهد بشه حکومت دچار تزلزل میشه. یعنی میگه یه مرد جنگجو که خودش هم خیلی دوست داره شاه بشه رو ولیعهد کنیم، ما دچار تزلزل میشیم. فکر می‌کنید برای راه حل این موضوع چیکار
چیکار میکنن؟ میرن یه دختر تینیجر بدون هیچ تجربه نظامی رو به عنوان ولیعهد انتخاب میکنن که متزلزل دیده نشن. البته اینو بگم که کتاب هاوس آف دراگون پایین‌ترین نمره رو بین کتابای جرار مارتین گرفته، پس احتمال داره یه سری تصمیمات واسه خود مارتین باشه. ولی خب anyway سکانس‌های دختر دست و شاه افتضاحن، یعنی شکست میخورن در درست کردن هر گونه شیمی بین این دختره و شاه. الان من نمیدونم شاه چرا یهو این دختره رو انتخاب کرد. کل لاین تارگریان رو برای اولین بار شیکون. برای اولین بار تو تاریخ ولیعهد دیگه خونش پاک والریانی نیست، دختره وستروسیه. این تصمیم میتونه باعث بزرگترین جنگ داخلی تاریخ بشه. منظورم اینه که حداقل هلن آف تروی زیبایی بی‌نظیری داره یا کلئوپاترا بسیار زن کاریزماتیکیه. یه چیزی می آوردن که بگیم اوکی شاه شل شد، وا داد اصلا سر شهوت بود. برای این پروسه شل شدن شاه ما دیدیم. ولی نه، دختره خیلی ماسته، نفهمیدم شاه چیش خوش اومد. سکانس واسه شاه و دیمن اپیک بود. دیمن بهش میگه 10 سال شاه شدی، هیچ پوزیشن خاصی بهم ندی، یه بار هند نشدم، همش منو میفرستی دنبال نخودسیا. شاکی از اینکه طرد شده توسط نزدیکترین کسه. بعدم تمام براتیونا و بقیه ساتراپا رو آوردن جلوی رنیرا زانو بزنن که بشه ولیعهد جدید. در واقع با این کار اچ پی او تو 2 تا قسمت پشت سر هم یه سری مردو میاره جلوی یه زن هی زانو میزنن. چون تو قسمت آخر گیم آف ترونز هم جلوی سانسا مردای شمالی زانو زدن، تو قسمت اول هاوس آف دراگون هم یه سری مرد جلوی رینیرا. میخوام یه فلش بک بزنم به گیم آف ترونز فصل آخر. صرفا الیت ها و لوردای شمال خیلی آدمای بی غیرتی ان. لوردای شمالی با جان اسنو عهد بستن، کلی جو دادن، کینگ این نورت، کینگ این نورت. بلا رمزی هم سخنرانی خوب کرد، جان اسنو رو به عنوان شاهشون انتخاب کردن. بدون آدمای دودول ندار کلیسی جان اسنو رو تبعید کردن به شمال. این لوردا هم صرفا قبول کردن، بی خیال جان اسنو شدن. جیش زدم به قسمتون. سانسا هم چه نامردی، اصلا بحثی نکرد که کار جان اسنو به حق بوده و این حرفا حق داشته، سری تاجو گذاشت. برگردیم به هاوس آف دراگون. رینیرا صرفا یه حالت پوزه توری داره، صورت شبیه اژدهاست. دیمن هم خیلی برام تارگریانه، ولی شاه نه، شاه سبزی فروشای تره‌باره که کلاگیس سفید تو سرشه. بحث کلاگیسای این سریال شد. من همیشه کلاگیسای سریالا و فیلمای ایرانی برام خیلی موسکه. به هر دلیلی سینمای ایران قضیه کلاگیس رو نمیتونه فیگر کنه. نمیدونم چرا کلاگیس سینما ایران همیشه مسخره و تابلو میشه. ولی خدایی کلاگیس جادوگر شهر عروسک‌ها خوب. ای احمقا، خوبه که بدونین دیگه راه فراری برای شما نیست. فاصله کم از سینما ایران کلاگیس این دختره است. کلا پوست سیاه و مو سفید، انگار تو اسکایریم رفتی کاراکتر ساختی. اصلا سیاه بودن والریانا از 3 لحاظ عجیبه برام. من اینکه از لحاظ جغرافیایی جامعه نژادی نمیشه که 2 نفر بومی یه جا باشن رنگ پوستشون فرق کنه. یعنی تو اگه تو آفریقا باشی به خاطر اینکه آفتاب زیاده رنگدانای پوست سیاه میشه، تو نروژ باشی سفید میشه به خاطر فاصله جغرافیایی و انوایرمنت. دومین چیز رنگ موهاشونه که تو اگه پوست رنگدانه نداشته باشه، یعنی پوست رنگدانه نداره سفیده، موهات هم میتونه سفید باشه چون تو بدنت رنگدانه نیست. ولی وقتی سیاه باشی یعنی پوستت رنگدانه داره، نمیشه موهات سفید باشه. علاوه درماتولوژی نمیشه پوستت سیاه باشه موهات سفید. الحاجی دیوف بازیکن سنگال یادتونه موهاش سفید بود، احساس می‌کنم مادرزاد نبود، برای جام جهانی رنگ کرده. سومین چیز و مهمترینش اینه که تو هیچ جای کتابا اشاره‌ای نشده والریانا میتونن سیاه‌پوست باشن. صرفا اچ پی او به خاطر فاز دایورسیتی جدید آمریکا تصمیم گرفته این کارو کنه. حالا ما به عنوان بیننده اینترنشنال این شت رو میفهمیم یه شت داخلی آمریکاست. دیگه چیکار کنیم دیگه؟ ازش اژدها خوشگلن. دیالوگ رینیرا و ملکه‌ای که هر روز نبوده اپیک بود. حسای گیم آف ترونزیمو زنده کرد، خیلی خوب بود. اش گفت مردم مملکت رو با آتیش میکشن تا بذارن تو به عنوان یه زن بشین روی ترون. همین باعث میشه رینیرا متوجه بشه که برای گرفتن مشروعیتش باید یه کاری بکنه. درگان طلاییش میره تخم اژدها رو از عموش میگیره. سکانس اپیکی بود، سینماتوگرافیش عالی بود، ولی باز غرور دیمن شکسته شد. دختره اومد خیلی بیگدیکی تخمشو گرفت. دیمن هم هیچ پلنی نداشت، از زن تازه‌ش هم دفاع نکرد. در واقع داد مثل قسمت اول که مثل بدبخت افتاد رو زمین تقاضای بخشش کرد، اینجا هم ضایع شد جورایی. بعدم شاه دختر هندو به زنی میگیره. شاه هیچ ارقی به خانواده تارگریان نداره، جهان وطنه. در حالی که یه آپشن پولدارتر با خونه والریان هست، این ترجیح میده یه آدمی رو بگیری خونه والریان نداره و اونقدر پولدار نیست. دخترم به نظر زیاد از شاه خوشش نمیاد، این لاو نیست به هیچ عنوان. اینکه دختر هند شبا میره صرفا به شاه اسباب بازی میده، ذره باش مهربونه،
دلیلی نشد که قانم کنه چرا اینا یهو ازدواج کردن. کلا نمیدونم شما هم احساس میکنید یا نه، ولی سریال میتونست طولانی تر باشه. یکم عجله‌ای دارن میدوئن، یه سری مسائل رو میس میکنن، برای همین نمیفهمه بیننده. خب بذارید اینجا پاز بگیریم، رسیدیم آخر قسمت 2 سریال هاوس آف دراگون. تو ویدیوهای بعدی در مورد قسمت‌های آینده صحبت خواهیم کرد. اگه از این ویدیو خوشتون اومده لایک و سابسکرایب چنل فراموش نشه. تا ویدیو بعدی، فعلا.